باید به فعالیت 6 ماهه‌ای سپری گردیم. خب و فکرم معلومات نامه‌های ورقه‌های اطلاعاتی نزد شما هست. مختصر باید به فعالیت 6 ماهه‌ای که می‌بینید خوب میشه یک بار به سوال ها بسیارم. اگر سوال ها باشد مرحمت. این بود که چند روز پیش رئیس اداره گمرکی ولایت ختلان گفتن که 13 تانه کتاب قرآن را به خاطر نداشتن اجازه‌نامه کمیته دین دوباره به افغانستان بازپس فرستادن. لطفاً میگفتید که مشکل در چی بود؟ چرا برای وارد کردن این کتاب‌ها قرآن اجازه دادن نشد؟ ولایت ختلان یک مقدار معین کتاب‌های دینی را بازپس کردنده است. اول اینکه ترتیب وارد نمودن ادبیات دینی به جمهوری یک ترتیب معین دارد که همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دینشناسی گذرانده شود و همین حالتی که شما ذکر کردید این بنابر قبل از وارد کردن یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذراندن این تشخیص دینشناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابر سبب اینکه چون این ترتیب رو رعایت نکردن گمرک البته ادبیات‌های مذکور رو بازپس گردانده است. این درباره قسمت سوال درباره روشن شده کی آورد و که ادبیات دینی بود که اون فقط گفت درباره قرآن کریم بود یا چی؟ و دیگه تاجیکستان قرآن ندارد که مثلا از افغانستان وارد بکنه. ترتیب این گونه است که وقتی که منظور ما ادبیات دینی می شود همه گونه ادبیات چه از قرآن است، حدیث است یا کتاب‌های مقدسی دیگر پیروان دین ها هستند فرق ندارد. ترتیب همین است که ترتیبی وارد کردن به جمهوری تاجیکستان باید پیش از وارد نمودن از تشخیص گذرانده شود. این همین حالتی که ذکر گردید اینها برای از تشخیص گذراندن مراجعه نکرده بودند. اما اینجا به واسطه مسئول تشخیص هست در این خصوص با کمیته اجرایی مراجعه شدگی نبود. این یک دوم مسئله که قسمت دیگری سوالی که شما کردید مسئله چاپ ادبیات دینی در داخل کشور شرایط هست و خود همین سال گذشته ما چند بار مثلا حتی چاپ نوبتی قرآن رو هم براه مانده بودیم و هر تشکیلات دینی که میخواهد ادبیاتش در داخل تاجیکستان چاپ شود که ترتیب اگر با کمیته مراجعه کنند ما در دایره وکالت هامون به آنها چی میدیم اجازه میدیم. اینجا حادثه که شده است این صرف حادثه چه است؟ حادثه رعایت نشدن ترتیب است. یعنی کی با کدام مقصد اینقدر ادبیات رو یک بار به گرفتن اجازه قبلی مثلا فرستاده است. این یک نمونه رعایت نکردن چه است؟ ترتیب وارد نمودن ادبیات است. سوال دوم این بود که در یک ماه اخیر 4 روزنامه‌نگار تاجیک بازداشت و وطنگرای و افراطگرای متهم شدند. آیا یگان نوشته فیسبوکی مقاله مکاتبه آنها برای تشخیص و کمیته دین پیشنهاد شده است؟ درباره نفرانی که به افراطگرایی متهم شدند اول اینکه افراطگرایی تنها در سمت دینی نیست که مثلا هر نفری که متهم به افراطگرایی میشود متهم به چی میشود حتما باید از تشخیص دینشناسی گذرد این نیست. خب اگر نوشته هر کسی که در اون در نوشته هایش یا که محتوایش ادبیات‌های دینی یا اینکه مثلا مفهوم‌های دینی استفاده شده باشد در این صورت به کمیته برای گذراندن از تشخیص دینشناسی مراجعه کرده می شود. مالی عبدالله غربتی عبدالستار محمدزاده و زبطبه سیدن من جواب دادم. از واسطه اخباری عامه ما از همین قضیه با خبر هستیم. یعنی موادهایی که در آنها خصوصیت دینی موجود باشد ما تشخیص میدیم. تا جایی که ما میدونیم مسئله که مربوط به روزنامه‌نگاران هست یا خصوصیت دینی ندارد از این رو
ба кумитаи дин барои гузарондани ташхиси диншиносӣ ягон мавод нисбат ба ҳамин шахсҳои номбурда пешниҳод нашудааст. این بود که در نیم ساله اول سال روان اتحادیه‌های دینی غیر اسلامی در کشور چقدر موادهای تبلیغاتی وارد کردن برای تشخیص پیشنهاد کردن پیش از وارد کردن برای شما و چقدر آنها اجازه داده شد؟ چون سال گذشته گفتم ما تجربه داشتیم که 500 و چند عدد کالندرهایی که یک تشکیلات دینی غیر اسلامی می‌خواست وارد کردن اجازه داده نشد و آن را سوزاندند. تشکر. аз ҷониби ташкилотҳои ғайриисломӣ яъне калисоҳо барои ворид намудани адабиёти динӣ ҳамчунин чоп намудани адабиёти динӣ дар дохили кишвар муроҷиатҳо шуд. Як маротиба барои чоп намудани 5000 адад китоби муқаддас яъне библия ва ҳамчунин барои ворид намудани 20000 адад аз хориҷи кишвар ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ аз ҷониби кумитаи дин иҷозат дода шуд. Яъне ин миқдоре ки иҷозат дода шуд барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти динии мардум пайравони дигар динҳо ба назари мо аз рӯи таҳлилҳое ки ҳаст кифоя аст. Яъне ҳар муроҷиате ки аз ҷониби ташкилотҳои ғайриисломӣ шудааст ҳамаш қонеъ карда шудааст. اون 20000 چی بودن؟ ин китоби муқаддас яъне библия ва шарҳҳои он. تفسیر محترم رئیس یک سوال دارم. من خورشید خاور هستم از агентии миллии иттилоотии ховар радиои ховар. имсол ҳаҷ дар шароити хуб 6 سال پیشترم همین حسابات بود که مثلا حدود 4000 مسجد در تمام مناطق کشور به قید گرفته شده است و هنوزم همین طور. حالا ما 10 میلیون شدیم. هر سال مردم هم طبق اون اطلاعی که داده میشه حدود 200,000 زیاد میشن، یعنی خیلی زیاد. دهه‌های هم زیاد شده است. خوب مشکلات نشده شده است در مناطق کشور که مثلا باید قید گرفته شود در کدام یک دهه نو ساخت و یک کدام یک جماعت که دهه‌ها زیاد شده است مثلا مسجد رو به قید گرفته شود. این گونه خوب مراجعت خود برای شما میشود نمیشود؟ تشکر. ما دیگر ساخت اینفراستراکچوری زیاد میشود. در خصوص اینکه درخواست‌ها هست وابسته به زیاد شدن همین اهالی وابسته درخواست‌ها به عنوان کمیته هستند، موردی بررسی قرار دارند. البته این به خاطر باز هم به تنظیم در آوردن به خاطر چی کردن کمیسیه مشترک فعالیت می‌نماید. ما این طلب‌ها رو در کمیسیه بررسی می‌کنیم. ببینین اصلا ما یک مشکلی داشتیم وقتی که قانون در قانون آزادی وجدان و اتحادیه دینی در تحریر نو سال 2009 شب رسید و یک طلبات بود که باید همه همین اتحادیه دینی از سر نو چی کنند؟ از سر نو از قید بزنند. ولی متاسفانه بعضی خودی همون ساکنان محل بپروایی کردن یا خودی مثلا نفرانی که پیوسته متصدی بودن حالتش شد که ما سری وقت از قید نگذاشتیم. بنابر سری وقت از قید نگذاشتنشون با ادامه فعالیت آنها اجازه داده نشد و در این زمان ما توانستیم که حدود شوکیرف چند 200 نفر زیاد تنها در دوام 2 سال زیاده از 205 اتحادیه دینی اصلا بقید میشه. یعنی کمیسیه مشترک حالت رو آموختیم و همین زیاده از 205 تا اتحادیه دینی از سری نو بقید گرفته بودیم. حالا که اینها قبلا فعالیت داشتن بنابر همون خنک نظری که بپروای خودی همون مردم از قید دولتی نگذاشتن و همین حالت در بعضی دهه‌ها تا حال وجود دارد که از قید دولتی گذشتگی نیست. یک کمبود مسجد در کشور هست یا نیست؟ کمبود مسجد از چی جهت میگیم؟ اگر مثلا خوب اینجا رئیس مرکز اسلامی هست
اگر مثلا با استثنای همین یک چند مسجدی که در شهر هستن، کدام مسجد دیه پر شدگی است. شما مثال آورده میتونید که در دیه ها مثلا شما مثال آورده میدونید که در دیه ها مردم مثلا همون مسجد چی شدگی نباشه، یعنی که مثلا گنجایشش نشده باشه دیگر مثلا. خب البته زیچی اهالی در شهر بیشتر است و مثلا بنا سبب رفت آمد دیگر همه این حالت ها موردی آموزش است. در عموم گوییم در مثلا در عموم گوییم یعنی کمبودی به معنای چی؟ به معنای که مثلا به شکل عمومی وجود ندارد. البته احتمال یک حالت دو حالت که وابسته به زیچی اهالی است این را مثال کردن نمیشه، لیکن به شکل عمومی کمبودی نیست. شما در اینجا در دوره مسجد گفتید بخشش این مسجدی که آوردیم که با جنگ سرمایه قطر بیرون کرده است موردی سیده قانون داده می شود، زیرا ما آگاهی یافتیم که با باقی سیمتا گذاشته است. درست است که مسجد مرکزی طبق قرار حکومت در توازن حکومت قرار دارد. مسئله فعالیتش، آغاز فعالیتش قبلا من بیان کرده بودم. این برمیگردد به چی؟ برمیگردد به خلاصه نهایی که هر دو جانب، چون این لایحه دو جانبه است. اینجا انتظار می‌دارم تشریفی مثلا مهمان‌های عالی قدر از جانب دولت قطر تا اینکه با فعالیت مسجد مذکور آغاز بخشیده شود. قبل از پنجشنبه بیماری سرایتی کووید در نظر داشته بودند، ولی با سبب پنجشنبه بیماری سرایتی سفر موقوف گذاشته شد و امید داریم که در وقت‌های معین، وقت‌های نزدیک فعالیت اون آغاز می‌گردد. مقداری که دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل می‌کردن برگردانده شده بودند، تنها همین عدد 78 نفر حال در خارج کشور باقی موندند. البته ما در سطح محل با پدر و مادران اینها در ارتباط هستیم، با آنها صحبت میکنیم تا اینکه هرچی بیشتر، هرچی زودتر اینها به کشور خود برگردند. کمیته دین در دایره امکانات‌های خود دوره به دوره ما مانیتورینگ که مثلا عموماً همه گونه ادبیات یا موادی که محتوای دینی دارند، چی در شکل چاپی باشد یا چی در شکل الکترونی باشد، ما مانیتورینگ می‌گذاریم. ولی که شما خودتون خوب آگاه هستید، اصلا فضای اینترنت دیگر یک فضای شده است که همه اینا رو اصلا چی نداره، امکاناتی نظارت کردن، امکاناتی چی نداره. ما کوشش میکنیم که در عوض که همین چی موادهایی که مثلا محتوایشون معلوم نیست یا چی نیست، البته در اینجا مثلا سامانه مرکز اسلامی، سامانه خود کمیته دین، سامانه مثلا مجله دین و جمعیت فعالیت میکنن که تا قدر امکان مثلا فضای اطلاعاتی رو در سمت دین مشکلی خالی نگذاریم، تا قدر امکان خالی نگذاریم. البته سری وقت کمیته دین هم در این سمت که تحلیل میکنه که مثلا محتوای کدام مثلا سامانه یا کدام مثلا ادبیات چگونه است و دوره به دوره چوراندیشی هم میکنه. پیروان یک دین یا اینکه مثلا یک گروه در اعتقادشون چی دارن چی ندارن، این برمیگردد به خود اینها و وظیفه اولین درجه این ما این که ما تا حد امکان طبقی که مثلا کنستیتوسیون منش کرده است به مردم شرایط فراهم آوریم که نیازهای اعتقادی خود رو برآورده سازند. این یک طرف. دویم طرف مثلا هیچ وقت کمیته دین از دیدگاهی نه یگان دین نه یگان مذهب خلاصه براری نمیکنه. ما از دیدگاه چی؟ از دیدگاه قانون‌های عمل کننده خلاصه براری میکنیم تا اینکه مثلا همون کینه و عداوت یا اینکه یکدیگر بدبینی در اساس اعتقادی دینی در بین پیروان دین‌های گوناگون وجود نداشته باشد. همین گونه است.
اگر شود موفق از دیدگاه مثلا یک دین یا یک مذهب خلاصه برخوری کنیم، حتما این یک چیزی پوشیده هم نیست که مثلا پیرو یک دین پیرو دینی دیگر رو مثلا یا درست قبول نمیکنه یا چی قبول نمیکنه. و وظیفه مقام دولتی هم همین است که از یک طرف شرایط فراهم آوردن که تا اینکه نیازهای اعتقادی مردم برآورده کرده شود، از دیگر طرف همون کینه و عداوت یا بدبینی در زمینه اعتقادی دینی بین پیروان ادیان گوناگون وجود داشتن با وجود نآید. مثلا یک کس در عبادتگاه خود چه اعتقاد دارد چی دارد چی هست ما دخالت کرده نمیتونیم، ولی چیزی که وابسته به ترتیبات جمعیتی است، چیزی که وابسته به پیشگیری کینه و عداوت است ما در این سمت فعالیت می‌کنیم. دوم اینکه مثلا من اونقدر زیاد مطالعه نکردم ولی هر گونه مثلا ادبیات دینی یا اینکه مواد دینی که مثلا چی میشود اگر مراجعت کرده شود کمیته دین تشخیص دولتی دین شناسی شده به مراجعت ببر خدا تو شرط همچون یک شخصیت یا همچون مسئولی دولتی اگر همچون نه اگر همچون شخصیت باشد من تو حال نسبت شخص مسئول مطالعه زیاد ندارم. این یک طرف است. دوم طرف مثلا همچون مسئولی دولتی وظیفه ما این است که در دایره قانون‌های جاری اگر پیشنهاد کرده شود ما مثل چی خلاصه برای کمیته دین تشخیص دین شناسی می‌کنیم. محترم رئیس توجه مسلم است در جمهوری 60 تشکیلات غیر اسلامی که دین‌های گوناگون جهان را معرفی نمایند رسما به قید گرفته شده است و بگوید که کمیته دین با آنها رابطه یا همکاری دارند، در چاره‌بینی آنها اشتراک میکنید شما و آنها در چاره‌بینی شما اشتراک میکنند، زیرا به نظر ما این روند میتواند در تایید یعنی رشد تحکیم دنیای فرد و تحمل‌پذیری در جامعه مساعدت نماید. طبق طلبات قانون‌گذاری اتحادیه دینی موظف هستند که از فعالیت سالانه خود به کمیته ثبوت پیشنهاد نمایند. البته در این روند نمایندگان کمیته دین با آنها در تماس هستند، در صحبت هستند. چطوری که شما آگاه هستید قبلا پیش از اون که همین بیماری سیبریتی پخش شد چند چاره‌بینی‌های مشترک مثلا تاجیکستان خانه یگانه و دیگر در همکاری با دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی به خاطر پنهان کردن روحیه تحمل‌گرایی ما گذرانده بودیم. این یک طرف مسئله. دیگر طرف مسئله که مثلا کمیته دین با اگنتی اطلاعاتی در همکاری است. البته ما همکاری داریم، یک لایحه یک جایی هم داریم. افشین برای از سال 2018 ما در قرارداد با رادیو هر هفته یک برنامه تشکیل می‌کنیم و در عرصه دینیتون توسط اشتراک و در دایره استراتژی مقاومت بر ضد اکستریمیسم همه گونه همکاری‌ها چی با تشکیلات‌های جمعیتی چی با تشکیلات‌های یا اتحادیه دینی ما راه اندازی می‌کنیم.